10 خوراکی شگفت‌انگیز برای تقویت مغز و حافظه. با این خوراکی ها مغز خود را تقویت کنید. مغز یک اندام انرژی بر است و حدود 20% از انرژی دریافتی بدن را مصرف می کند. شماره 1. ماهی روغنی. ماهی‌های روغنی حاوی امگا 3 هستند که می تواند به تقویت سلامت مغز کمک کند. اسیدهای چرب امگا 3 به ساخت غشاهای اطراف هر سلول بدن از جمله سلولهای مغز کمک می کند. بنابراین آنها می توانند ساختار سلولهای مغزی به نام نورون‌ها را بهبود ببخشند. نمونه‌هایی از ماهی‌های روغنی که حاوی سطوح بالایی از امگا 3 هستند عبارتند از ماهی سالمون، ماهی تون، شیرماهی. همچنین مواد غذایی مانند سویا، آجیل، بذر کتان و سایر دانه‌ها سرشار از امگا 3 هستند. شماره 2. شکلات تلخ. شکلات تلخ حاوی کاکائو است که حاوی نوعی آنتی اکسیدان به نام فلائونوئیدها هستند. آنتی اکسیدان‌ها برای سلامت مغز مهم هستند. خوردن شکلات تلخ انعطاف پذیری مغز را بهبود می‌بخشد که برای روند یادگیری مهم است. شماره 3. توت‌ها مانند شکلات تلخ حاوی آنتی اکسیدان‌های فلائونوئیدی هستند که باعث بهبود ارتباط بین سلول‌های مغز، کاهش التهاب در سراسر بدن، افزایش انعطاف پذیری که به سلول‌های مغز کمک می‌کند تا ارتباطات جدید ایجاد کند و یادگیری و حافظه را تقویت کند. کاهش یا به تأخیر انداختن بیماری‌های عصبی مرتبط با افزایش سن. انواع توت‌های غنی از آنتی اکسیدان‌ها شامل توت فرنگی، تمش، بلوبری، توت سیاه و توت سفید. شماره 4. آجیل و دانه‌ها. آجیل و دانه‌ها منبع گیاهی چربی و پروتئین‌های سالم هستند. آجیل‌ها و دانه‌ها برای مغز مفید هستند زیرا حاوی اسیدهای چرب امگا 3 و آنتی اکسیدان هستند. آجیل و دانه‌هایی که دارای بالاترین میزان ویتامین ای هستند شامل دانه‌های آفتابگردان، بادام‌ها و فندق هستند. شماره 5. غلات. خوردن غلات کامل راه دیگری برای بهره‌مندی از اثرات ویتامینی است زیرا غلات منبع خوبی از ویتامین ها هستند. غذاهای سبوسدار عبارتند از جو، برنج قهوه‌ای، بلغور گندم، بلغور جو 2 سر. شماره 6. قهوه نوشیدنی مفید برای حافظه. قهوه کمک کننده تمرکز شناخته شده است. بسیاری آن را برای بیدار ماندن و افزایش تمرکز می نوشند. فراتر از افزایش هوشیاری، یک مطالعه در سال 2018 نشان می دهد که کافئین ظرفیت مغز را برای پردازش اطلاعات را نیز افزایش می دهد. قهوه همچنین منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان ها است که آنتی اکسیدان ها از به وجود آمدن آلزایمر با افزایش سن جلوگیری می کنند. شماره 7. آووکادو. آووکادو منبعی از چربی‌های غیر اشباع سالم است و بسیار برای مغز مفید می‌باشد. سایر منابع چربی‌های غیر اشباع سالم عبارتند از گردو، ماهی، بادام، بادام هندی، بادام زمینی، دانه کتان، سویا و آفتابگردان. شماره 8. تخم مرغ. خوراکی مفید برای تقویت حافظه. این ماده که میتواند یک وعده صبحانه کامل باشد، یک غذای مؤثر برای مغز است. تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین های گروه B از جمله ویتامین B6 و ویتامین B12 و اسید فولیک می باشد. تحقیقات نشان می دهد که این ویتامین ها ممکن است از کوچک شدن مغز جلوگیری کرده و زوال شناختی را نیز به تأخیر بیندازد. شماره 9. کلم بروکلی. بروکلی و سایر سبزیجات سرشار از فیبر و مواد مغذی هستند. کلم بروکلی سرشار از ترکیباتی است که بعد از اینکه در بدن تجزیه می‌شوند، خطر بیماری‌های عصبی را کاهش می‌دهند. همچنین حاوی ویتامین C و فلائونوئیدها است و این آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند سلامت مغز فرد را بهبود ببخشند. سایر سبزیجات مفید برای مغز شامل کلم، شلغم و کلم‌پیچ. شماره 10. محصولات سویا. محصولات سویا سرشار از گروه خاصی از آنتی اکسیدان ها به نام پلیفنول ها هستند. پلیفنول ها در
بهبود توانایی‌های شناختی و کاهش فرآیندهای پیری نقش موثری دارند. شما کدام یک از این مواد غذایی را در رژیم غذاییتون دارید؟